روزانه میلیاردها داده و اطلاعات در کسری از ثانیه جابجا میشه. اما چجوری؟ چطور میشه حجم عظیمی از اطلاعات رو در کسری از ثانیه از یک قاره به قاره دیگه فرستاد؟ چطور میشه ویدیوهای 4K رو بدون هیچ مکسی استریم کرد یا با پینگ 1 میلی ثانیه بازی کرد؟ جواب همه این سوالات در یک فناوری خلاصه میشه: فیبر نوری. میخوایم به زبان ساده اما دقیق بررسی کنیم که فیبر نوری دقیقاً چیه و چطور کار میکنه. من مهدی هستم. اینجا میتی شیفته و آینده مال کسایی که کامپیوتر رو میفهمن. فیبر نوری یک فناوری برای انتقال اطلاعات با استفاده از نوره. ابزار اصلی در این فناوری کابل فیبر نوریه که از رشته‌های بسیار نازک و انعطاف پذیری به قطر 1 تار موی انسان تشکیل شده. این رشته‌های نازک از شیشه یا پلاستیک بسیار خالص ساخته میشن. برخلاف سیم‌های مسی که داده‌ها را به شکل سیگنال‌های الکتریکی منتقل می‌کنند، در فیبر نوری اطلاعات به پالس‌های نوری تبدیل شده و از درون این تارهای شیشه‌ای عبور داده میشن. عملکرد این فناوری بر یک پدیده فیزیکی ساده به نام توتال اینترنال رفلکشن استواره. وقتی پالس نور با زاویه خاص به دیواره کابل نوری برخورد میکنه، دیواره داخلی هر تار نوری مانند یک آینه عمل میکنه و نور کاملا به داخل بازتابیده میشه و به مسیر خود در طول تار ادامه میده. این بازتاب‌های مداوم نور رو مجبور میکنه تا در مسیر کابل حتی در پیچ و خمای اون حرکت کنن و در انتها سیگنال با کمترین افت کیفیت ارسال و دریافت بشه. ایده هدایت نور بسیار قدیمی‌تر از چیزیه که تصور می‌کنید. برای اولین بار در دهه 1840 میلادی دانشمندانی به نام‌های دانیل کولادون و ژاک بابت دریافتند که می‌توان نور رو در یک جریان آب هدایت کرد. این مشاهده سنگبنای اصلی پدیده انعکاس نور بود. در دهه 1950 میلادی فیبر نوری برای اولین بار در کاربردهای پزشکی به خصوص در دستگاه‌های اندوسکوپی برای دیدن داخل بدن انسان بدون نیاز به جراحی‌های بزرگ استفاده می‌شد. با این حال این فیبرها نمیتونستن نور رو در فواصل طولانی منتقل کنن. در دهه 70 میلادی اولین کابل‌های مخابراتی فیبر نوری با خلوص بالا تولید و آزمایش شدند و راه رو برای استفاده تجاری باز کردند. حدود یک دهه بعد فیبر نوری به تدریج به ستون فقرات شبکه‌های ارتباطی جهان تبدیل شد. کابل‌های عظیم فیبر نوری زیردریایی‌ها قاره‌ها را به یکدیگر متصل کردند و در حال حاضر بعد از گذشت 50 سال این فناوری در حال ورود به خانه‌ها برای ارائه اینترنت فوق سریعه. سوال اصلی اینه که چرا به این فناوری نیاز پیدا کردیم؟ جواب این سوال در محدودیت‌های زیرساخت قدیمی اینترنت ما، یعنی سیم‌های مسی تلفن، نهفته است. بسیاری از ما اینترنت پرسرعت رو برای اولین بار با فناوری ADSL تجربه کردیم. در این روش داده‌های اینترنت از طریق همان خطوط تلفن مسی که در تمام خانه‌ها وجود داشت منتقل می‌شد. این فناوری در زمان خود یک پیشرفت بزرگ بود، اما یک ضعف ذاتی داشت و اون هم وابستگی شدید به فاصله خونه شما تا مرکز مخابراتی بود. به بیان ساده، هرچه خونه شما از مرکز مخابراتی منطقه دورتر بود، سیگنال اینترنت در طول مسیر ضعیفتر میشد و در نتیجه با سرعت کمتر و پایداری پایینتری مواجه میشدید. علاوه بر این، یک محدودیت مهم دیگر هم وجود داشت: سرعت دانلود و آپلود برابر نبود. به همین دلیل به اون ایسیمتریک میگفتن، چون سرعت دانلود قابل قبولی رو ارائه میداد اما سرعت آپلود بسیار ضعیف بود که برای کارهای امروزی مثل تماس تصویری یا ارسال فایل‌های بزرگ یک مانع جدیه. برای حل بخشی از این مشکلات فناوری جدیدتری به نام VDSL وارد میدون شد. ایده VDSL این بود که فیبر نوری پرسرعت رو تا یک نقطه مرکزی در محله ها، مثلا یک کابینت مخابراتی، بیارن، اما برای بخش نهایی مسیر، یعنی از آن کابینت تا داخل خونه، همچنان از سیم مسی استفاده میشد. این راهکار با کوتاه کردن مسافت سیم مسی سرعت و پایداری رو به شکل قابل توجهی بهتر کرد، اما مشکل اصلی رو به طور کامل حل نکرد. در واقع شما بخش بزرگی از مسیر ارتباطی رو در یک بزرگراه فیبر نوری طی می‌کردید، اما در انتهای مسیر برای رسیدن به مقصد وارد یک گلوگاه سیم مسی می‌شدید. این گلوگاه نهایی ظرفیت و سرعت شما رو محدود می‌کرد و همچنان شما رو با بخشی از ضعف‌های ذاتی سیم مسی درگیر نگه می‌داشت.
در نهایت هم ADSL و هم VDSL به حداکثر ظرفیت زیرساخت مسی رسیده بودند. برای یک جهش واقعی در دنیای اینترنت دیگه نمیشد این زیرساخت‌ها رو بهینه‌سازی کرد. باید به طور کامل کنار گذاشته می‌شدند و این دقیقاً همون کاریه که فناوری FTTH با حذف کامل سیم مسی انجام میده. جالبه بدونید که سابقه و آشنایی ایران با فناوری فیبر نوری به زمان نسبتاً دوری برمیگرده. اولین جرقه‌های پرداختن به فیبر نوری در ایران در اوایل دهه 1360 شمسی و با فعالیت‌های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی کشور شروع شد. نقطه عطف مهم در این مسیر تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری در یزد در سال 1367 بود. این اقدام نشون میداد که ایران نگاه جدی و بلند مدتی برای این فناوری داره. در همان سال 1367 اولین خط مخابراتی فیبر نوری به صورت عملیاتی بین دو شهر تهران و کرج راه اندازی شد. این پروژه اولین تجربه جدی کشور در استفاده از این زیرساخت برای ارتباطات بود. از اواخر دهه 60 و به خصوص در طول دهه 70 پروژه‌های بزرگی برای اتصال شهرهای مختلف کشور از طریق شبکه فیبر نوری تعریف و اجرا شد. هدف اصلی در این دوران بیشتر تقویت شبکه تلفن ثابت بین شهری و ایجاد یک زیرساخت ارتباطی پایدار و با ظرفیت بالا برای کل کشور بود. در این دوره هزاران کیلومتر کابل فیبر نوری در نقاط مختلف ایران کشیده شد. با وجود اینکه ایران سابقه طولانی در استفاده از فیبر نوری برای زیرساخت‌های اصلی مخابراتی داشت، اما ایده رساندن مستقیم آن به خانه‌ها یعنی FTTH یک پروژه جدیدتر و بسیار بزرگ بود. در سالهای اخیر با افزایش شدید نیاز به اینترنت پرسرعت و پایدار، دولت و اپراتورهای ارتباطی پروژه‌های ملی بزرگی را برای توسعه شبکه FTTH آغاز کردند. FTTH یا فیبر در خانه همون حذف کامل گلوگاه سیم مسیه و تضمین میکنه که اینترنت با همون کیفیت اصلی و بدون هیچ افتی به دست شما برسه. پروژه های توسعه فیبر نوری در چند سال گذشته شتاب گرفتن با هدف جایگزینی کامل شبکه مسی قدیمی و رساندن فیبر نوری به درب میلیون ها خانه و کسب و کار در سراسر کشور در حال اجراست. این یک تحول عظیم زیرساختیه که گرچه با چالش‌هایی هم همراهه، اما در نهایت تعریف ما از کیفیت و سرعت اینترنت خانگی در ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. البته که هنوز خیلی وضعیت روشنی از میزان عملکرد فیبر نوری در طرح‌های عمرانی و عملیاتی دولت معلوم نیست و صرفاً به آمار و ارقام بسنده کردن. البته که امیدواریم در آینده نزدیک تغییر محسوسی در وضعیت اینترنت ثابت ایران ایجاد بشه. در نهایت پروژه فیبر نوری فقط یک پروژه برای بهبود اینترنت نیست، بلکه ساختن یک زیربنای دیجیتال برای آینده ایرانه. همونطور که در گذشته ساختن شبکه راه آهن یا بزرگراه‌ها کشور رو متحول کرد، امروز همین اتوبان‌های نوری هستن که مسیر پیشرفت آینده رو تعیین میکنن. اینکه این وعده‌ها چقدر سریع و با چه کیفیتی محقق بشن سوالیه که زمان به اون پاسخ خواهد داد. اما یک چیز قطعیه، آینده ارتباطات بر بستر نور استواره و هر قدمی که در این مسیر برداشته بشه ما رو به درک عمیق‌تر دنیای کامپیوتر و فناوری نزدیکتر میکنه. خیلی ممنونم. امیدوارم از موضوع ویدیو خوشتون اومده باشه و از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرات خودتون رو برام کامنت کنید. اگر این ویدیو مورد پسندتون بود لایک کنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید و برای ویدیوهای بیشتر زنگوله کنار ساب رو هم بزنید. من مهدی هستم و اینجا میتی شیفت.